میگن وضعتون خیلی خوبه ماشاءالله. چند تا مغازه رو بخشیدین؟ 28 تا مغازه تجاریه که نزدیک 2000 متره. ارزشش به تومن چقدره؟ حالا خودشون الهالعمل اینا آمدن صحبت از 700 میلیارد میکردن. دفتر کار منم در اونجا دادم برای داروخونه، مشروط دادم به این شرط که فقط کارهای درمانی باید بشه. خدا به من تحویل داده بود، منم تحویل دادم دیگه، هیچ کاری نکردم من که. بزرگترین مدرسه گیلانم ساختم. منم یه برنامه دیگه دارم، بیمارستان مال سرطانی درست کنم. گفتن که شما یک ملک ارزنده تو تهران دارید. اینا میخوام بذارم برای اونجا. چقدر ارزشش؟ بالای 1000 میلیارد تومان است. بیشتر هم باشه میذارم. یه ماشین تو دنیا دارم، اونم میفروشم میذارم. شوخی میکنی با من؟ بچه‌های من نیازی ندارن. چند تا فرزند داری؟ 4. با قناعتم زندگی کردم. همین الانم با قناعت زندگی میکنم. تهران میخوام بیام با اتوبوس میام. من بن سوار بشم که چی مثلا؟ عمر دنیا کوتاست. خیلی کوتاست. من امروز زنده هستم از دعای مردم زنده هستم.